توجیکستان در رده‌بندی امساله سازمان خبرنگاران بدون مرز از نگاه سطح آزادی مطبوعات نظر به سال گذشته یک زینه پایان رفته، در بین 180 کشور در زینه 162 در بین 20 کشور وضع آزادی مطبوعاتشان از همه بد دنیا جای گرفت. تاجیکستان در رده‌بندی امساله نیز از نگاه آزادی مطبوعات در آسیای مرکزی تنها از ترکمنستان بالاتر می ایستد، ولی از 3 کشور دیگر منطقه عقب می ماند. در بخش تاجیکستانی گزارش گفته می شود که پرزیدنت امامعلی رحمان با کسب عنوان پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، تمایلش به سوی خودکامگی را افزوده، آشتی ملی آسیب پذیری را که بعد جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 به دست آمده بود زیر خطر می‌گذارد. خبرنگاران بدون مرز میگویند فشار حکومت یکجای با بحران اقتصادی باعث بسته شدن بسیاری از رسانه‌های مستقل از جمله هفته‌نامه آزادگان و سامانه اخبار گردیده، همچنین باعث ترک کشور کردن ده‌ها ژورنالیست شده است. تعقیب مقامات امنیتی، ترساندن و تهدید یک امر معمولی هر روزه برای ژورنالیستان شده. برخی آنها بنا به خبرها همچون تروریست بر روی خط سیاه شامل کرده شدند. خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست سابق برای 8 ماه و ژورنالیست دلیر شریپوف برای 1 سال با اتهامات جنایتی به پشت پنجره انداخته شدند. ژورنالیستان خارجی اجازت فعالیت گرفتن نمیتوانند و یا تحت تهدید پیوسته محروم شدن از اجازتنامه قرار دارند. مقامات دست نظارت خود را با استفاده از فناوری‌های نوین دراز کرده برای بی‌آبرو کردن منتقدان فابریکه ترول‌ها تأسیس دادند. مسدود کردن دسترسی به سامانه‌های خبری معروف به شبکه‌های اجتماعی به یک امر دائمی تبدیل یافته است. گفته می شود در بخش تاجیکستانی گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، از بین کشورهای آسیای مرکزی مقام از همه بلند را قرقیزستان به دست آورده است که در مقام 79 جای گرفته است. خبرنگاران بدون مرز در منطقه آسیای مرکزی تنها مطبوعات قرقیزستان را نه چندان بد ارزیابی کرده، ولی مطبوعات ازبکستان و قزاقستان را بد و مطبوعات 2 کشور باقی مانده منطقه یعنی تاجیکستان و ترکمنستان را با رنگ سیاه بهای خیلی بد